نوسیرو و مادر شاعر و خبرنگار شهید تاجیک اسکندر خطلونی شب 26 و 27 ینور سال 2023 در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید و گفته نزدیکانش مراسم نماز جنازه مرحوم روز جمعه 27 ینور بعد نماز جمعه در شهر کولاب در مسجد جامع هلال احمر برگزار می شود. نزدیکان هلال بی نوسیر و خبر دادند که میخوان او را در پهلوی فرزند شهیدش اسکندر خطلونی به خاک بسپارند. اسکندر خطلونی 21 سپتامبر سال 2000 در سن 46 در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه در شهر مسکو کشته شد. او آن وقت باعث خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو کار میکرد. جنازه این شاعر و خبرنگار شهید را همان وقت به تاجیکستان آورده در زادگاه شهر کولاب به خاک سپاریدند، ولی با گذشت اینک 22 سال تا حال قاتلان اسکندر خطلونی از شاعران زبردست و نوجوی و نوگوی تاجیک بود که از جمله اولین شده به تاجیکی شعر سفید گفته است. اسکندر خطلونی چند مجموعه شعری نظیر پرواز، شکوفه، صدای پای واژه ها و کشایش روی چوب آمده است. پس از مرگش برادرش علیشیر ایدیزاده مجموعه نوی را که همه شعرهای او را از آوان مکتب خانی تا لحظه مرگش در بر میگیرد تهیه کرده بود.